سلام دوستان، به کانال فریم بای فریم خوش اومدید. امروز میخوایم قسمت 9 سریال داریوش رو که تازگی در پلتفرم فیلم نت منتشر شده و هر چهارشنبه قسمت جدیدی از اون منتشر میشه رو بررسی کنیم و ببینیم که چه چیزهایی باعث شده که این سریال و این قسمت اینقدر جذاب و هیجان انگیز باشه. پس با ما تا آخر ویدیو همراه باشید. بذارید اول یه خلاصه ای از قسمت 9 براتون بگم. تو این قسمت شاهد درگیری بزرگ بین داریوش و بهرام هستیم. تصمیمات جدید داریوش که نتیجه انتخاب‌های قبلی او هستند به شدت بر زندگی اطرافیانش تاثیر میذاره. این قسمت پر از اتفاقات غیر منتظره است که داستان رو به اوج جدیدش میبره و همین باعث شده که این قسمت از قسمت‌های قبلی جذاب‌تر و هیجان انگیزتر باشه. حالا بیایید نگاهی به تحلیل این قسمت بندازیم. اول از همه بازیگری داریوش یعنی آقای هادی اجازی‌فر توی این قسمت واقعا چشمگیره. او به خوبی احساسات و کشمکش‌های درونی شخصیتش رو به نمایش میگذاره و این موضوع باعث میشه که مخاطب بیشتر با او همدردی کنه. کارگردانی این قسمت هم عالی بود. نحوه استفاده از دوربین و نورپردازی به خوبی احساس تنش و هیجان رو منتقل میکرد. به علاوه طراحی صحنه و انتخاب رنگ‌ها به خوبی فضای داستان را ایجاد کرده است. دیالوگ‌ها هم به خوبی نوشته شدند و به شخصیت‌ها عمق بیشتری می‌دادند. گفتگوهای مهم و تاثیرگذار به خوبی در پیشبرد داستان کمک می‌کنند. یکی از لحظات کلیدی این قسمت درگیری بزرگیه که بین داریوش و بهرامه. این صحنه به خوبی نشون میده که چگونه تعارضات شخصیت‌ها بر داستان تاثیر می‌گذاره و چه احساسی رو به مخاطب منتقل میکنه. لحظه دیگر تصمیم نهایی داریوشه که باعث میشه تغییرات بزرگی در روند داستان ایجاد بشه. این تصمیم نه تنها تاثیر زیادی بر شخصیت دیگه داره بلکه باعث میشه داستان به مسیر جدیدی بره. در مجموع قسمت 9 سریال داریوش واقعا جذاب و هیجان انگیز بود. اگر شما هم از این قسمت سریال لذت کافی بردید حتما نظرتون رو با ما در کامنت ها به اشتراک بذارید و اگر از این تحلیل لذت بردید دکمه لایک رو بزنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. همچنین برای تحلیل های بیشتر و ویدیوهای جدید زنگوله رو هم فعال کنید. ممنون که با ما بودید. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.